با سلام حضور بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان کانادا در هر کجای این کره خاکی مخصوصاً کانادا هستند. من سعید سلطانپور مجری برنامه سقف شیشه‌ای به اتفاق همکارانمون برنامه دیگر رو خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. مهمون برنامه ما یکی از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری خیلی شد ولی در حال واقعاً هم هست یک عزیزیه که در حال و یکی از نور چشمی‌های احتمالاً آقای احمدی نژاد، آقای نیکاهنگ کوثر، کاریکاتوریست مشهور جهانی که چند سالی در خدمتشون در تورنتو هستیم. نیکاهنگ خوش اومدی. سلام، منم خدمت شما و همچنین بینندگان برنامه سلام عرض می‌کنم و این تعریفایی که کردن واسه خودشون گفتم، من فقط یه روزنامه‌نگار و کاریکاتوریستم. در حال البته واقعا شهرت جهانی داره، ایشون اینجا هم اعتبار زیادی داره و واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی کاناداییه. به عنوان از منظر کار هنریشون که فنیشون که بررسی کنیم، حالا مسائل سیاسی که واقعا جای خودش داره. میدونم از بعد حادثه اومدی کانادا، این بعد حادثه رو میتونی بگی چی شد؟ خب حالا طرف که می‌خواست از اول شروع کنه، از آن رو از تق اول شروع کرد، من اینطوری شروع میکنم. سال 2000 خب به خاطر یک کاریکاتور من چند روز مهمان آقای مرتضوی بودم و مهمان زندان اوین. وقتی اومدم بیرون 168 اتهام جدید داشتم و بعد از اون خب فشار زیادی به من وارد میشد برای اینکه کشیدن کاریکاتور در روزنامه رو رها کنم و رها نکردم. در طول سالهای 2000 تا 2003 خب بازجویی‌ها و مشکلات فراوان بود تا اینکه در می 2003 یک تهدید به مرگی واسه من رسید از طرف فرزندان نواب صفوی که اونو یک کمی جدی گرفتم چون سابقه‌ای داشتن در به قول معروف محو کردن بعضی از افراد از روی صحنه. همونطور که میخوان اسرائیل پاک کنن، خب خواستن ما رو پاک کنن، ولی خب ما مثل اسرائیل زرنگ بودیم و پاک نشدیم ولی اومدیم کانادا. من از سال 2003 دیگه کانادا هستم. خب مثلا الان خیلی افسوس میخورن که چرا پاکت نکردن، چون واقعا کارهایی که میکنی واقعا همونجوری که چند وقت پیش گفتم ارزش 1000 تا مقاله رو داره، چون به عنوان کسی که می‌نویسم میدونم تو این دنیای اطلاعات واقعا اینقدر زیاده، چون دوران ناصرالدین شاه دیگه نیست که همه بشینن بخونن، واقعا اینقدر اطلاعات زیاده. این تصویری که تو میکشی، کاریکاتوری که میکشی، خیلی راحت با خیلی از مخاطبا چه ایرانی چه غیر ایرانی ارتباط برقرار میکنه، فقط نیازی نیستش که واقعا. خب چی میشه که این چجوری الهام بد میشه؟ البته الهام که نمیشه چون جزء اتهامات میشه، ولی در حال چجوری آدم الهام بشه خانم رجبی نشه. عرضم به حضورتون منم مثل همه روزنامه‌نگارا خب راجع به مسئله‌ای که میخوام کار کنم یک کم فکر میکنم و طبیعتاً میام هر مسئله از زاویه